حضار بسیار بزرگوار، برادران، جوانان، ریش سفیدان و نونهالان، نوجوانان، خدمت همه شما سروران عرض سلام و خسته نباشید و شب بخیر دارم. امیدواریم که الله ذوالجلال این جمع بسیار پویا، گویا، صمیمی و با مهر و محبت و مودت را به درگاه خودش قبول بفرماید و پروردگار عالم این نشست ما را در راستای اعلای کلمت الله قبول بفرماید. تبریک و تهنیت بسیار فوق‌العاده عرض می کنم خدمت برادر بزرگوار ما جناب شاه داماد نورالدین تیموری، پدر بزرگوار ایشان، خانواده محترمشون و همچنین خدمت خانواده عروس خانم، خانواده آقای بهنام. این مجلس فرخنده و مبارک رو امیدواریم که خدای عزوجل این پیوند عفت و پاک دامنی را پیوندی محکم، مضبوط و ناگسستنی بگرداند. الله ذوالجلال این دو نوجوان را که امشب اولین شب زندگی خودشان را با کلام خدا و با مجلس دینی و محفل قرآنی و روحانی آغاز کردند، خداوند متعال سایه قرآن را در طول زندگیشان از سر این دو خانواده بر ندارد. حقیقتا جای بسیار خوشحالی و خرسندی است. جا دارد روستای احمدآباد به خودش ببالد، جوانان احمدآباد به خودشان بنازند که دو شب متوالی میزبان جمعی از بندگان خدا، نمازگزاران، وضوداران، جوانان و علما و حفاظ قرآن کریم هستند و اون هم در مجلس عروسی. و جا دارد باز تشکر مخصوص و ویژه‌ای داشته باشیم از این نوجوان، از این جوان بزرگ ما جناب آقای نورالدین که همتون میدونید که زمینه گناه برای امشب قطعاً فراهم بود. پول ارکس رو داده بودن، میدونید درسته یا نه؟ بیعانه داده بودن به ارکس و گرگ و اون ساز ابلیس که قطعاً اگر یک کمی عقب نشینی میکرد امشب این مجلس رو ما نداشتیم. امشب اینجا خدا میشه چه هیولاهایی که اینجا جمع نمیشدن. البته برای نسبت شما اونها رو دارم میگم، ولی آمد دیشب وقتی بلند شد اسمشو نوشت، علی رغم این که گفتم قول داده بود آقا، گفت آقا زنگ میزنیم همین الان کنسلش میکنیم. اینو میگن یک جلسه خدایی، یک جلسه ای که فقط خدا در اون وجود دارد و لا غیر. یعنی قطعاً چون که حرف زده بودن، صحبت شده بود، باید امشب اینجا ارکستر میآمد. زمینه فراهم، پولش هم داده شده، مشکلی هم نبود. اونا هم که ماشاءالله فقط به ارکستر زنگ بزن دیگه، اونطوری نیست که بگن اله و بله و فلان. بگه یکی رو سلام بزنید با کفشاش میاد تو خانه، با کفش و با همه بند و بساطشون می آمدن. ولیکن این مجلس یهو متحول شد. بس اوقات سروران عزیز زمینه گناه فراهمه و انسان گناه نمی کند، این کماله. کمال در اون نیست که زمینه و استعداد گناه در انسان نباشه، انسان گناه نکنه. چه خبره؟ تابوت آوردید کسی نمرده الحمدلله. ما رو ترسوندید شما. آها لامپ. شما حواستون این طرف باشه، اونجا میخوان لامپ ببنده. یک صلواتی ند بفرمایید. به هر حال هر چه حواستون پرت بشه از وقت خودتون، چون من که مجبورم تا صحبتمو نکنم نمیام پایین، از وقت خودتون میگذره و باز اون فیلم رو از دست ندید. من دیگه به هر حال معذرت میخوام. چیکار کنیم؟ میگه روزی یک مولوی باز صحبت میکرد، بعد از بسته که مثل ما پر حرف بود، حواستون این طرف باشه، از بسته که زیاد صحبت میکرد به همین مجری که کنار نشسته بود گفت مجری جان، گفت چیه؟ گفت من وقتی که داغ میکنم جوش میگیرم حواسم نیست که چی به چیه. تو لطفاً بلافاصله همین کلاهتو در بیار اینطور بچرخون من بفهمم که بابا وقتم تمام شده. گفت باش. این شروع کرد با صحبت کردن، خوب سخنرانی کرد، داغ که شد این مجری دید که وقت تمام شده و مردم خسته شده، بلافاصله کلاهی داشت، البته مجری ما کلاهی هم نداره الحمدلله خدا را شکر، این کلاهشو در آورد شروع کرد به تاب دادن. دید نه بابا این مولوی شروع کرده به صحبت کردن، داغ است و به این کلاه هرگز توجهی نمیکنه. بعد این بنده خدا کلاهشو در آورد، دید نه بابا این حالش نیست.
بعد کتی داشت، کافشنی داشت، پالتو همینو در آورد، شروع کرد به چرخ دادن. هر جا چرخ داد دید نه بابا نمیشه، کلنگ کفش در آورد، کفش رو به هوا انداخت و پایین انداخت، دید نه بابا این سخنران اصلا متوجه نیست. به هر حال شروع کرد، آخر به هر حال پیراهنش رو در آورد، شروع کرد به تکون دادن فلان. مولوی دید که ای بابا این فیلم میکنه، گفت جناب مجری به خدا اگر زیر پوشتم در بیاری ما حالا بس نمیکنم. پس اون بهتره که راحت بشینی. حالا همین حالته، فقط گوش بکنید سروران، توجه تو این طرف باشه تا صحبت کاملا ایراد بشه و خدمت سروران عرض بشه. بعد انشالله به استقبال صحبت برید با ختم صلوات غرا. آیه‌ای که خدمت شما سروران و حضار معزز و محترم تلاوت کردم، این آیه یکی از آیات بسیار مهم و جامع قرآن کریمه. اون برادرانی که سر پا ایستادن رو دیوارن به اینجا بیشینن که ما ببینیمشون. بفرمایید برادرانی که ایستادن بیان پایین، رو جوانان بیان پایین، ماشاءالله بیان، جزاکم الله خیر. مجلس رو کاملا بشینن دوستان که حواس ما پرت نشه. این آیه قرآن کریم میفرماد یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای کسانی که ایمان آوردید متوجه باشید برای نجات خود و خانواده‌تون از آتش جهنم همت بگمارید، حرکت بکنید. نه تنها برای نجات خودتان، نجات خود اول و اهلیکم و خانواده‌تان. از چی؟ از نارم وقودها الناس، از آتشی که هیزم او مردمن و سنگها و چوبه ها هست در روز قیامت. یعنی این که این آیه حرفش اینه که فقط متوجه خودتون نباشید بلکه خود و خانواده‌تون. جالبه اگر امروز شما عید بشه آیا فقط میرید برای خودتون خرید میکنید، برای خانواده این کار رو خرید نمیکنید؟ نه بابا، مردا اگر برن ارزه ندارن برای خودشون تنها خرید بکنن، اگر بیان لنگ کفش و جارو برقی تو سرش، بلکه باید اول برای حاج خانم، بعد برای آقا پسر، بعد برای دختر خانم، برای همه اعضای خانواده لباس شیک خوشگل بخره و بیاره. بعد اگر پول مول اون ته کیفش باقی مون برای خودش هم یک شلوار لی خریده، وگرنه والسلام. برای خرید امور دنیایی و لوازم خانه حتما اول خانواده بعد خود. خدای عزوجل میگه شما همون طوری که به امور دنیایی فرزندان و احتیاجات فرزندانتون اهمیت قائلید، برای امور دینی و خرید فرزندانتان از آتش جهنم همت بگمارید. تربیت اسلامی، سروران خوب توجه بکنن. هدف من از انتخاب این موضوع فقط اینه که امروز متاسفانه با توجه به تهاجم فرهنگی، با توجه به وسایل و رسانه‌های گروهی، با توجه به گرگ‌های گرسنه‌ای که در سر چهارراه هستند، با توجه به سیدی‌های مبتذل، با توجه به جوانان لات و الوات، با توجه به این که ارشد رکود فکری در میان جوانان حاکم شده، سر هر چهارراهی چند تا گرگ ایستادن تا جوانان ما را شکار کنن، فرزندان ما را شکار بکنن. بنابراین یک پدر و مادر موظفه که برای تربیت فرزندانشون همت بگماره. در روایات میخونیم که بسیاری از افراد زمانی که از این دنیا میمیرند بهشتی هستند، یعنی در قبر با اونا اعمال بهشتی صورت میگیره. قبر برایشون روضة من ریاض الجنه میشه، دریچه از بهشت برایشون باز میشه، فرشته ها و خدای عزوجل با اون معامله خوب میکنه. اما روز قیامت در میدان محشر که کارنامه اعمال رو تقسیم میکنند، نامه اعمالش را به دست چپش میدهد و اون را وارونه به طرف جهنم میبرد. سوال میکند پروردگارا من چه کردم؟ من که انسان پاک و خوبی بودم، دلیل خوبیم اینه که تو قبر شما با من خوب برخورد کردید. قبرم باز شد، روضة من ریاض الجنه شد. گفت بله تو خودت انسان خوب بودی، پاک بودی، ولی چند تا فرزند ناخلف و ناصالح تو دنیا کاشتی که هرچه گناه و الواتی میکرد یکی رو خودشون نوشته میشد، دومیش به گردن تو. روزی که مردی ثوابات بیشتر بود، اما بچه ها روز به روز گناه کردن، زیاد شد گناهانت، الان گناهانت بیشتره، برو با فرزند طرف جهنم. های پدر چقدر سخته که انسان به گناه فرزندش بسوزه. پس بیاییم قبل از این که چنین فرصتی از ما گرفته بشه در تربیت فرزندان
همه همت و تلاش خودمان را به کار ببندیم. چند مسئله حائز اهمیت برای تربیت فرزندان. اولین مسئله، قبل از این که فرزند به دنیا بیاد اسباب زاییدن و اسباب به دنیا آمدن فرزند صالح رو باید مهیا بکنید و اون انتخاب یک خانم و یا یک شوهر و یک آقا در ازدواج یک فرد اسلامی، این خیلی مهمه. یعنی کسی اگر میخواد در آینده فرزندانش سالم باشه، از زمانی که هنوز مجرده، هنوز به اصطلاح به دوران تأهل و زندگی زناشویی قدم نگذاشته، باید فکرشو بکنه. برای این که فرزندش انسان پاک بیاد باید با خانواده سالمی ازدواج بکنه، هم دختر با پسر سالم و صالح و مسلمان و هم پسر با دختر، فرق نمیکنه، جفتشون. معیار ازدواج چی باید باشه؟ اینو خوب گوش بده صبران. پول، مال، ثروت، مکنت، سواد، همه اینها شاید معیار باشه. رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در حدیثی میگه تنکح المرأة لاربع، معمولا و طبیعتا زن رو به خاطر 4 چیز ازدواج میکنن، نکاح میکنن. یک، لمالها، به خاطر مالش، پولش. تا پول داری رفیقتم قربون بند کیفتم. عاشق جمعه اینو میخونم. پول، میگه ای پول ندانم که به اقبال که زادی، ای پول ندانم که به اقبال که زادی، که از عشق تو فرزند کشد خواهر و مادر، محبوب سلاطینی و معشوق اساطین، آسایش سلطانی و آرایش لشکر، بی عشق تو زاهد نکند روی به محراب، بی مهر تو واعظ ننهد پای به منبر. همه چیز پولی شده. آقا کسی که میخواد صحبتم بکنه باید پول بگیره. البته اینو بگم اینجا که وقتی روما این حساب باز نکنید، بسیار شاید میترسن که اگر اون گروه ارکستر نوردیم اینو آوردیم اون 250 میگیره، حتما جناب مولوی 500,000 تا میگه. نه آقا، نه فیلمبردار ما و نه خود حقیر و نه این گروه های سرود ما، هیچ کس از هیچ کس یک دهشویی هم توقع نداره و قبول هم نمی‌کنیم. بدیدم قبول نمی‌کنه. وقتی منت نگذارید پول قبول نمی‌کنید. حالا پول شده همه چیز. متاسفانه همه میگن آقا اگه پول داشتی همه چیز داری، پول نداشتی هیچی نداری. این دروغه. پول همه چیز نیست. می آقایی به مشکلی برخورد کرد، چه کاش برگشت خورد، نمیدونه فلان شد، بهش خبر دادن، گفت آقا حکم زندانی آمده، گفت آقا با پول میخرم. پول مشکل گشاست، همه این مشکلات رو پول حل میکنه. آمد برام زندانی خودش رو با پول جمع و جور کرد، به اصطلاح خودش مشکلش رو حل کرد. آمد در خانه دید مردمان جمعن، گفت چه خبره؟ گفت بچت از روی 12 طبقه افتاده، پرس شده و از بین رفته و مرده. حالا با پول بچت رو زنده کن. پول همه چیز نیست. درسته میگه آقا تو کشورهای اسلامی الان 3 چیز اولشون پ خیلی ارزش داره. یکی پول، پارتی، پررویی. این دروغه. گول این پیا رو نخورید که از دست مثل اون دنبه دیشبه میشه. به هر حال میگه پیغمبر میفرماد که معمولا زن مرد رو و مرد زن رو برای مال پولش، برای برگاه هزاریش، برگاه سبز 2000 چگاه تراول، و دوم برای جمالش، زیبایی. یه آقای آمده بود میگفت جناب مولی برام یه خانم پیدا کنم. گفتم که چی صفات داشته باشه؟ گفت هیچی نداشته، فقط خوشکلا باشه، فقط خوشگلی. بابا این جمال، این زیبایی اگر یه شب کرم نزنه، یه بادی بیاد کلکش کنده است و رفت. مال را نصف شبی میبرند و جمال را نیمه روزی. اینا همه رفتنی هستن. سر ندید چه بسا بودن عاشق دختری شدن برای جمالش، شب دوم اونجا آتش سوزی شده و صورتش تبدیل شده به یک، چه عرض کنم خدمت شما، یک جسم حیولا. پس این مهم نیست. لجمالها. دوم لحسبها، برای حسب و نسبش، که دختر فلان خان هست و من داماد فلان ارباب بشم و من داماد فلان حاجی صاحب بشم. آقا همه اینها رفتنی هست. و چهارم لدینها، برای دین. فظفر بذات الدین تربت یداک. متوجه باش انتخابت انتخاب دینی باشه، برای دین انتخاب بکن. چرا؟ چون که نه دین از دست میره، نه دین کهنه میشه، نه دین انسان رو به زمین میزند، نه دین در این دنیا انسان رو رها میکنند، نه در آخرت.
معیار انتخاب دین باشه سروران عزیز. به خدا قسم اون موقعیت که فرزندان صالح میشه. شما پیرو کیه در فقه؟ رئیس مذهب شما کیه؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. بگید رحمت الله علیه. ایشون خودش ابو حنیفه نشد. داستان پدر و مادر رو شنیدید؟ پدرش اسم ثابته، یک جوان مجرد جوان حرکت میکنه توی یک راهی، میاد تکه سیبی رو میبینه تو جوی آبی افتاده، بر میداره این تکه سیب را یک به اصطلاح جرعه‌ای یا به اصطلاح یک لقمه‌ای ازش میکنه و میخوره. یهو متوجه میشه که آیا صاحب این سیب راضی بوده که من این تکه سیب را خوردم؟ این تکه سیب را خوردی ای ثابت، فردا پیش خدا و رسول چه جوابی داری بدی؟ اون جایی که صاحب مال میاد یقه تو رو میگیره. رسول خدا از اصحابش سوال کرد من مفلس و بیچاره و درویش در میان شما کیه؟ صحابه گفتن یا رسول الله من لا درهم ولا دینار، کسی که پول نداره مفلسه. گفت نه، مفلس این نیست، بیچاره و درویش و توحیدت این نیست، بلکه مستمن کسی است که روز قیامت میاد ثواب زیادی داره، مال و پول زیادی داره، اما به اون خیانت کرده، مال او را خورده، سر او کلاه گذاشته، زندگی دیگران را قاپیده. الان میاد اون صاحب اموال میگه مالمو بدید، میگه مال نداریم، میگه پس از ثوابش کسب کنید. سبحان الله. نمازاشو بدید بین آقا، طلبگاره. روزشو بدید بین آقا، زکاتشو بین آقا. طلبگارا موندن، اونایی که حقشون رو خوردن. میگه خدایا ثواباش تمام شد، چیکار کنیم؟ تو خدای عادلی، حق بقیه طلبگارا چه میشه؟ میگه گناهان شما رو بردارید به گردن اون آقا بیندازید. اون کسی که گناه کم کرده به خاطر اینکه مال مردم کلاه گذاشته سر مردم روانه جهنم میشه. متاسفانه امروز زیاده. یه آقای میگه بنگای ماشین داشته بود و داره بسیار اینطوریه، بعد ماشیناش فروش نمیرفت، گرفته بود یک تکه نان خشک برفت داشته بود تو داشبورد ماشینش گذاشته بود. هر کس که نمیاد برای خرید نمیگفت، او آقا میگفت دیفرانسیالش چطوریه؟ میگه آقا ولش کن، خدا شاهد این ماشین نون داره، اینو بخر نون داره. حالا بنده خدا فکر می‌کرد من این با ماشین با برکت، یه خبر نداشت یک لقمه نون خشک گذاشت توش، قسمم میخورد. میگفت زنتلا باشم دروغ نمیگم، این ماشین نون داره، اینو خوب بخر. به اصطلاح شبم میامد شاد و خندان من سر فلانی کلاه گذاشتم. ای بیچاره. پدر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یهو متوجه شد که روز قیامت در پیشگاه خدا چه جوابی بده. حرکت کرد، آمد جوی آب و گرفت، آمد تا اینکه به باغی رسید. در باغ را زد، گفت مالک باغ توی؟ گفت بله. گفت این نصف سیب را من از داخل جوی که آب می برد برداشتم و خوردم، آیا مرا مورد عفو قرار میدهی یا نه؟ گفت نخیر، من تو را مورد بخشش قرار نمیدم. گفت به دست و پات میفتم، تو رو خدا هر چه بخوای بهت میدم، نکنه هر چه زندگی من غلامت میشم، ولی روز قیامت پیش رسول الله هیچی ندارم بگم یا فلان یه کاری بکن. گفت به یک شرط من تو را میبخشم. گفت چیه؟ گفت دختری دارم از چشماش کوره، از گوشاش کره، از دستاش فلجه، از پاهاش شله، از بینی حس شامه نداره، هیچی نداره، گوشاش هم کر هست، زبانش گنگه، لاله. اگر با این ازدواج بکنی من تو را میبخشم، در غیر این صورت نه. امام حضرت ثابت گفت خدایا من با این زنی که نه دست داره، نه پا داره، نه چشم داره، نه گوش داره، نه زبان داره، نه اعضا و جوارح داره، چطور باش ازدواج بکنم؟ این زن نیست، این مجسمه است. این زن نیست، من چطور ازدواج بکنم؟ برادر نمیشه. گفت فقط سبب بخشیدنم، فقط شرط بخشیدنم همین است و بس، اگر میخوای بیا جلو. هرچه اصرار کرد گفت راهی ندارد. کسانی که از خدا میترسن، سروران عزیز، کسانی که به خدا و قیامت اعتقاد دارن، حاضرن همه چیشون رو بگذارن. گفت اشکال نداره، من ازدواج میکنم با چنین زنی. تن داد، آمد، شب عروسی شد و مثل این جوان مجلسی رو گرفتن. پدر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رفت پیش عروس، در را که باز کرد دید یک دختری سالم صحیح، چشم و گوش و زبان همه چیز داشت. بلند شد آمد گفت السلام علیکم. امام ثابت بلا فاصله چهرهشو برگردوند و گفت دختر تو کی؟ گفت من زنت هستم. گفت پدرت گفته تو کوری، تو شلی، تو گنگی، تو هیچی نداری، در حالی که تو همه اعضات سالمه. گفت بله بابام راست گفته، من چشم ندارم، از نگاه کردن به نامحرم چشمام کور بوده. قسم به خدا تا امروز یه نامحرمو ندیدم.
دستم شل بشه اگر نامحرمی رو گرفته باشه، پاهم فلج شده باشه اگر به طرف نامحرمی رفته باشه، گوشام کر باشه اگر صدای نامحرمی رو شنیده باشم. بله پدرم راز گفته، چشمام کور بوده از دیدن نامحرم، گوشام کر بوده از شنیدن صدای نامحرم، پاهم فلج بوده از رفتن به طرف نامحرم، ولی از طرف محارم همه اینها سالمه. این ازدواج صورت گرفت و نتیجه این ازدواج چه شد؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، آن امام عاشقان، اون امام ابو حنیفه، آن امام باصفا، اون شخص با وفایی که تمام دنیا بیش از چند صد هزار فرد در اقصا نقاط دنیا تابعش هستند. اینه پدر و مادر. ازدواج اسلامی وقتی باشه، معیار اسلامی باشه، قطعا سروران اون زمان تأثیر هم خواهد گذاشت. پس بیاییم معیارها معیارهای دینی باشه. حضرت عبدالله ابن مبارک یه جوون دیگه هست، امام التابعین، شاگرد امام حنیفه رحمت الله علیه. پدر اینا مبارک غلام برده است، سبزی فروشی داره، سبزی ها رو میفروشه. یک انسان غلام بود ولی خیلی زیبا بود. از جایی میگذشت سبزیاشو میفروخت، ناگهان از یه دو طبقه خانومه دختر خانومی چشمش به مبارک افتاد، عاشق و شیفته شد. کسی رو فرستاد گفت بگو بیاد سبزیاشو میخوام بخرم. آمد بلند شد به این نیت که سبزی‌ها رو بخره، رفت بالا. ناگهان این دختره در رو قفل کرد، گفت مبارک من عاشق جمالت شدم، امشب باید با من عمل زشت زنا رو انجام بدی. نعوذ بالله. گفت نمیتونم. گفت باید این کار رو کنی وگرنه مرگته. حرکت کرد، گفت پس اجازه بده من برم به دستشویی بران اسفت. گفت اجازه است برو. رفت اونجا، پس خودش را بالاخره آلوده به اون بالاخره کثافات کرد تا اینکه این دختر دلش بزنه. آمد این دختر به دنبالشه، از روی دو طبقه گفت پروردگارا مرگ برای انسان مسلمان از آلوده شدن به گناه بهتره. خدایا من این زندگی را نمیخوام. از همون بالا خودشو پرت کرد به طرف پایین. به امر پروردگار عالم جبرائیل امین را الله ذوالجلال دستور داد که ان ادرک عبدی، برو این بنده مسلمان و مؤمنم و بگیر که به زمین نخوره. آمد و بلا فاصله قبل از این که به زمین برسه جبرائیل اونو به آغوش گرفت. حرکت کرد، رفت شب به خانه، سبزیاش مون. زنش گفت چه کار کردی؟ گفت امشب پولی نداشتم. برای زنش هم تعریف نکرد، سبزیام گم شدن. حرکت کرد، غذا نداشت، هیچی. اون همسایه اونا آمد گفت مقداری به ما نون بدی. گفت ما امشب هیچی نداریم. گفت چرا از تنور شما بوی نون میاد؟ گفت نیست. گفت به خدا قسم بوی نون داره میاد. آمد دید سبحان الله چند دهها نان بدون خمیر دور تا دور این تنور را گرم کردند و چسبیدند. الله ذوالجلال کسانی که برای رضای خدا زحمت میکشن اینطوری اونها رو مورد اکرام قرار میده. بعد نتیجه ازدواج اون مبارک شد عبدالله ابن مبارک. سروران عزیز، اما امروز چی؟ امروز یه خواستگار میاد، اول به مجرد اینکه داخل خونه میاد، حالا اگه شناس باشه که خوبه، اگه شناس نباشه اول مادر خانم نگاه میکنه به قد و بالاش، چشماش کج نیست، سبیلاش بلند نیست، ریش نداشته باشه که وقتی خدایی نکرده که باز بدتر از بدتر میشه. بعد های کلاس یا نه. اول دختره میگه مامان نگاه کن ریشش پروفسوری هست. حالا این پروفسور باشه الف به جگرش نیست، نمیدونه الف گرده یا دراز، ولی ریش رو از اینجا به اینجا زده، از اینجا به این طرف، اینجا یک پتک نگه داشته، میگم پروفسور. بلا فاصله کامل آقا پروفسور رو بهش بدید، شلوارش تنگ‌تر بهش بدید، انگلیسی بلده بدید، ماشین داره، موبایل داره. به همین خاطر به خدا قسم بسیاری از جوونا حالا موبایل کمی بی ارزش شده. چند سال قبل که موبایل کم ارزش داشت، بعضیا موبایل نداشتن، قاب عینک گرفته بودن، به این شلوارشون بسته بودن، میگفتن ما موبایل داریم. هر جا قیافه میگرفتن. بسیاری از افراد دیده شده، خدا گواهی، به خاطر اینکه خانواده عروس اونها رو انتخاب نمی‌کرده رفته ماشین قرضی گرفته. پیش آقای گفت تو رو خدا ماشین تو یک شبه بده بهم، موبایل تو بهم کرایه بده، لباسات کت و شلوار کرایه گرفتن. مثل که بسیار از دختر خانم‌ها وقتی به عروسی نمیرن میان لباس قرضی میگیرن، میگن ما لباس که نداریم، یه لباسی بده که یک حالی بکنیم، یک پوزی بدیم به اصطلاح. با لباس مردم اولا خواستگاری، با ماشین مردم اولا خواستگاری، و اینطور بدبختی به سرشون آوردن.
سروران عزیز چرا اینطور باشه؟ معیار انتخاب چرا این مسائل باشه؟ اینا همه کلاهگذاری است، اینا همه کلاهبرداری است. بسیار کلاهبرداری کردن به نام انگلیس و فرانسه و فلانجا. ما درس میخونیم آمدن دختر مردم مال اونها رو به تاراج بردن، عفت و غیرت دختر را پودر کردن و راهش رو گرفتن و رفتن از بین. پس فظفر به ذات دین تربت یدا. معیار انتخاب دین باشه نه پول. متاسفانه امروز فقط این قضیه است. در ازدواج ها سعی رقابت شد در مهریه های سنگین. قبلا خوب بود حداقل پول بود، حالا از زمانی که سکه ها شده بدبخت شدن مردم. یک آقا میاد 500 سکه، یکی میاد 1000 سکه، یکی میاد برای به اندازه سال روز تولدش میگه چه سال تولدت؟ میگه 1360. میگه 1360 سکه بهار آزادی. ای بدبخت، نصف بدن کل بدن اینا چه مهریه ایست؟ و باز به قول اون برادر میگفت یک لطیفه تعریف میکرد، میگفت یکی رفته بود به افغانستان، بعد پسر خودش رو داماد کرده بود. بعد از اون طرف که برمیگشت، پدران معمولا وقتی پسرشون داماد میشه خوشحالن، سبیلاشو به اصطلاح دست میکشید ریشو چرب میکرد و میامد جلو. بعد یک گفت آقا چرا میخندی؟ چرا خوشحالی؟ گفت هیچه، پسرمو داماد کردم. گفت چقدر؟ گفت 1258 سکه بهار آزادی. گفت بابا این خیلیه. گفت برو بابا، حضرت حاتم طایی خودش ضامنه، اون فرد سخی از خودش ضامنه میده، حاتم طایی مال گذاشته است. گفت به خدا همین حاتم طایی رو الان دیدم هم طرف کوم میجس، میگفت به این مریه کار ندارم. این مریه چه خبرشه بگم؟ حاتم طایی که اینچه عثمان غنی هم اگه بشنوه بلافاصله دستماش به لرزه میفته، مگه چه خبره؟ 2000 سکه 10000 سکه میگذارن. میدونید این دینه؟ میدونید اگر مطالبه بکنه امشب از مرد مطالبه کنه مرد موظف باید بده و باید زکات اینها رو بپردازه؟ خبر دارید؟ چرا اینقدر؟ بیایید از ام سلم یاد بگیرید که حضرت ابو سلم عاشقش شد، یه زن بود، گفت من ازت خواستگاری میکنم. گفت ای فرد، ای ابو سلم، من مسلمانم و تو کافر. گفت من پول و مالی ندارم. گفت من پول و مال نمیخوام، مهریه من مفهمی چیه؟ گفت نخیر. گفت فقط بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این مهریمه. لا اله الا الله را خوند، جلسه عقد برگزار شد. آیا کسی هست؟ آیا کسی هست امروز پیدا میشه که دختر خودش را برای این که به اهداف دینی برسه بده مفت رایگان؟ به مسائل دینی رو در نظر بگیره؟ متاسفانه نیست سروران عزیز. دخترها را میگذارن نگه میدارن. چندین خواستگار میاد مسلمانن، دیندارن، نمازخوانن، ولی چون پول ندارن، زرق و برق ندارن، دخترها را نگه میدارن. غافل از این که گوش بده، پیغمبر خدا این حدیث میلرزونه، میگه هنگامی که دختر به سن بلوغ رسید و خواستگار مناسب و مؤمن آمد و پدر و مادر به بهانه‌های الکی اون رو رد کرد، هر شب که این دختر در خانه پدر و مادر هست، این دختر زنا میکند. جواب بده در پیشگاه خدا روز قیامت. چرا اینطوریم؟ بسیاری از دخترها دیده شده مسلمونن، نماز 5 وقتشون قضا نمیشه، خدا شاهده، تلاوت قرآنشون، ولی به خاطر پول به یک مرد پس فطرت و بی غیرت و معتاد دادن. این دختر معتاد شده، خدا شاهده، شرف و وجدانش رو به باد داده. من توی سخنرانی دیگه هم گفتم که آقایی صحبت میکرد، میگفت یه دختر مسلمان، یه خانم مسلمان شبانه آمد در خانه مولوی را زد. گفت جناب مولوی به دادم برس. گفت چیه؟ گفت شوهرم. گفت شوهرت چه کاره؟ گفت شوهرم معتاده. گفت معتاد زیاد الان؟ گفت بله، ولی شوهرم فرق میکنه. برای اعتیادش فرش آمد از زیر پام کشید برد فروخت، دود کرد، حرف نزدم. طلا و گردنبندمو برد، دستواره و علنگوامو برد، گوشوارامو در آورد برد، لباسامو برد فروخت. الان تو خانه جهیزیه و یکی پس از دیگری برد فروخت، حرف نزدم. ولی امشب. گفت چیه؟ گفت امشب من خواب بودم ساعت 12 و 11 شب که ناگهان دیدم شوهرم بلند شد آمد با یه مرد دیگه. آمد، من خواب بودم، لگد زد، گفت بلند شو. گفتم چیه عزیزم؟ گفت معتادم، نکشیدم، خمارم. گفت خب برو بکش. گفت پول ندارم. گفتم شوهرم منم دیگه ندارم، هیچ در بساط نمونده، همه رو بردی، من به خرجی خودم موندم. گفت بله درسته میدونم. گفت چه کار کنم؟ گفت این جوان رو میبینی آوردم که امشب با تو زنا بکنه تا بهش پول بده.
تو با این زنا کن که این به من پول بده و تریاک بده بکشم. امت رسول الله اینه. آمد شبانگاه پیش عالم گفت چه کار کنم؟ گفت برو که طلاق واقع شده. اون مرد نیست، مسلمان نیست، گرگ گرسنه. یه پدری دیگه معتاد برادر مادر بود احتیاط صحبت کرد، حرکت کرد، زنش طلاقشو گرفت، از کارخانه بیرونش انداختن. دست پسرش فقط تنها یه پسر داشت، گفت پسرمو رها نمی‌کنم. دست پسرشو گرفت. بابا همه پدرها معتاد نیستن، میرن میگردن دور دنیا، تو پارک، سینما. بیا امشب منو ببر سینما. گفت بریم بابا. آمد در حین راه ناگهان یه ماشین آمد زد بغل پسر زخمی شد، افتاد. راننده دست پاچه شد. حرکت گفت سوارش کنید، زخمش بسیار عمیق نیست، به بیمارستان میرسه. بلند کردن ببرم بیمارستان. پدر در میان راه گفت این پسرم زنده میماند، به خدا قسم. میگه گفت این زنده میماند، ولی اگر اینو بمیرد امشب پول گیرم میاد، از اعتیاد نجات پیدا میکنم. بلا فاصله در وسط راه که راننده رانندگی میکرد و دست پاش میلرزید، این پدر انگشتانش بیرحمش و چنگال خونینش رو به گردن پسر انداخت و پسرش را با دستانش خفه کرد به خاطر تریاک. روز قیامت چه جواب داریم پیش رسول خدا صلی الله علیه وسلم؟ آمدن پزشک قانونی بعد از این که آزمایش‌ها صورت گرفت متوجه شدن که این فقط به تصادف نمرده بلکه خفه کردن. پس از بازجویی‌ها پدر اقرار کرد به خاطر دود تریاک بچه‌مو خفه کردم. اینها تو جامعه اسلامی داره رخ میده ها، خبر دارید؟ پس نباید به دنبال این مسائل با جوان مسلمان. اولین عرض کردم وظیفه یک پدر مادر انتخاب دقیق در ازدواج ها، معیارها و ملاک های اسلامی رو در نظر گرفتن در ازدواج ها. این اولیش هست. خسته که نشید انشالله. حتما یک صلوات بفرستید تا به حساب برسید. چیکار کنیم دیگه؟ با عوام سنگینه و به هر حال اینطوری راحت تریم. وقتی اگه مجری هم وقت ما تمام شد همین پالتو رو حرکت تکون بده که حتما متوجه میشن انشالله. این اولین وظیفه. دومی رو خدمت شما سروران عزیز عرض میکنم. بعد از این که فرزند به دنیا آمد، دومین وظیفه بعد از البته ولادتش، اولین وظیفه نامگذاری خوبه. خوب توجه کنید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرماید که انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم، شما روز قیامت به اسماتون صدا میشید و اسم پدرتون، فلانی فرزند فلانی. متوجه باشید فاحسنوا اسماکم، اسمای خوب برای فرزندان انتخاب بکنید، اسمهای اسلامی. متاسفانه امروز چی شده؟ رقابت عجیبی توی قضیه شده. هر کس سعی میکنه یک اسم فرنگی‌تر، یک اسمی که اصلا غریب هست، یک اسمی کلا نامفهوم هست برای مردم انتخاب بکنن. اسمهای غیر اسلامی، روزیتا، آزیتا، نازیتا، کوروش، خسرو، قمری، بلبل، فلان، چیتوز، آیدین، عکسای اسمای شکلات و پفک، ای و کیس، بگذارید دیگه، حالا آجر، هر چی که دوست دارید. روز قیامت چه جواب دارید؟ این اسما چیه؟ اسمهای غربی. هر کس سعی میکنه ببینید اسمهای غربی کجا، فلان خواننده هندی است، اسم اون باشه، رام دیگه. بابا ماشاءالله همه تا هندیه، حال بدید واقعا. و هزاران اسم دیگر. ولی روز قیامت اینجوری نمیگذاره بخنده بگه اسم بچه‌م چه، بگه هی رام شام. اونجا نشونت میده روزیتا و آزیتا و مانیتا. نه، اونجا اون پسر میاد احساس غیرت میگه، یقه تو رو میگیره یه سیلی تو گوش پدر که پس فدرت چه اسمی برام انتخاب کردی. ننگم میاد الان پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند بشم. اسم عمر تو میلرزیدی؟ حق دارید. چرا اسم عمر رو نمیگذارید؟ چون که غیرت عمری نیست. اسم ابوبکر رفته. خدایا خودت رحم کن، عمرها و ابوبکرها را زنده کن. علی رفته، حسن و حسین البته زیاده الحمدلله، عثمان، حنظله، حمزه، مصعب، اسما رو میگم یادداشت کنید. عارفه، سعیده، طیبه، حنتمه اسم مادر عمر بن خطاب، سمیه، خنسا اسمای دخترها زنان،
اسمهای اسلامی انتخاب کنید. این چه اسمیه که برای فرزندانتون میگذارید؟ میدونی روز قیامت یقیتون رو میگیره؟ پس اولی وظیفش اینه که در انتخاب اسم زیاد متوجه باشه، اسم خوب انتخاب کنه. دوم، شیر حلال. های شیر حلال، مبادا پدر نون حرام، ربا، سود، تریاک بیاری به دهن زنت بکنی و اولین قطره شیر که تو جسد بچت میره شیر حرام باشه. شیر را پاک کن، شیر را پاک کن، خرج زن بچت پاک کن تا فرزندت پاک به دنیا بیاد. خدا نکنه اولین قطره ای که تو وجود بچت میره نجس باشه. این بچه چی بار میاد؟ یزید. این بچه فرعون باید این بار بیاد، چون که از کوچگی اینطور شده. این اولی. بچه هاتون مواظب باشید، زنای خودتون صالحن. متاسفانه یه فرهنگ دیگه راه افتاده که هر کس هر جا یک پستان پرشیر میبینه بچه‌ش میندازه، میگه برو بخور. فقط میگه گاو نعوذ بالله. او چه خبره؟ این زنده ترا این که از نظر روحی و روانی مشکل داره، چون که شیر هر کس اولا پاک نیست. بعد در آینده مشکلات ایجاد میکنه. بس افراد نفهمیدن، خواهر برادر بودن عروسی کردن. یادم آمد من خودم تو بالا شهر مشهد خودم چند سال قبل رفتیم یه عقدی رو ببندیم ساعت 1:12 آزاد شهر. بعد نشسته بودیم همونجوری داشتیم عقد می‌بندیم، عروسیشون بود، شب عروسی داشتیم عقد می‌بندیم. دامادم مثل این شاداماد ما ماشاءالله لباساش به تنش خوشگل و خوش تیپ و بسیار نو نشسته بود، بقیه هم دور و برش. بعد داشتیم عقدشو می‌خواستیم ببندیم، از این دوستان سوال، اتفاقا تا به اون رو سوالم نمی‌کردم، کار خدا رو نگاه کن. گفتم این پسر دختر چیکارن با هم دیگه؟ گفتن این دوتا با هم دیگه پسر خاله دختر خاله ان. بعد یک از این پیرمردا گفت جناب مولوی فقط زمان کوچیکی اینا 5 مک شیر با هم دیگه خوردن، بیشتر نخوردن. گفتم چی؟ گفت 5 مک شیر خوردن، ولی مولوی صاحب گفت تا 7 تا نخورن حرام نمیشن به هم دیگه. گفتم بابا اون پدر و مادر اون مولوی ها رحمت کی بودن شر میزده؟ یه قطره شیر بخوره حرامه. گفت نه جناب مولوی حرف نزن، با خدا درست نیست. گفتم بابا این مسئله شرعی، شما این تلفن هر جا که دوست دارید زنگ بزنید. یهو یک حالت غم و اندوهی به این مجلس فرود آمد. البته همون کسانی که دور بر ما بودن متوجه. گفتم خدا چیکار بکنه الان؟ بگم که داماد شما دو تا خواهر برادرید، اول همین داماد دستش آگادم چاق هم بود، یک دو تا تو گوش ما مولوی بزنه دیگه تا عمر باشه دیگه عقدی نبندیم اصلا. گفتم چیکار کنم؟ با خودم خدا کمک کرد واقعا. پدر داماد و پدر عروس و البته معذرت میخوام، پدر داماد و دو تا دیگه از این ریش سفیدایی که فهمیدی‌تر بودن توی خانه بردم اینها رو صحبت کردم. گفتم برادرها حرف منو قبول ندارید، این تلفن و اینم علمای سطح ایران بپرسید ببینید آیا درسته همچه ازدواج و عقدی. به هر حال اینا رو قانع کردیم. گفتیم پدر دختر چیکار بکنیم؟ حالا پدر دختر رو خواستیم، پدر دختر دینو ورک ورک به آسمون دین مولوی این چه آره این چه بدبختی تو درست کردی. گفتم من درست نکردم، خودتون درست کردی. این پستانتون رو مگه پستان بنظر بز که نیست بدون هر بزغاله یه بز هر بزغاله رو قبول نمیکنه، به لگد میزنه. ولی زنای منشان ماشاءالله میگن بیا برادرزاده و نمیدونم عموزاده و خالزاده و همه یک طایفه از یک زن بزرگ شیر میخوره و تازه باز زنای کوچیک هیچی. میگه چه کفر از کعبه برخیزد خب کجا ما مسلمان. این زنای کوچیک ها کمترن ماشاءالله. این پیرزالایی که هیچ مرگم تو پستانشون نیست بلافاصله میگه بیا بخور. حالا بقیه اگر یک و دو تا رو حرام میکنه، این پیرزال چون که نواس نویره داره همه یک طایفه رو به هم دیگه حرام میکنه. کاری نداریم، شوخی میکنیم. به هر حال آمدیم و به هر حال این پدر عروسه رو هم به هر حال قانع کردیم. آمدیم تو مجلس. یهو تو مجلس این صدا که نپیچید، این جوانا شاخ و شمشاد ماشاءالله بعضی ما رو دوست دارن ولی خدا نگه حرفی برخلاف اینا بگید. دیدو آستینا رو بالا گرفتن ما فلان میکنیم و پس مدام میکنیم. گفتم شما هر کاری میخواین بکنید ولی مسئله اسلامی اینه، شما زنگ بزنید. یهو دیدم که گفتم آقا این داماد دیگه برادر کوچکتری نداره. گفت چرا؟ اتفاقا یک برادر سربازی داره، تازه از سربازی اومده. گفتم مشکل نیست، چون که این داماد از مادر عروس شیر خورده، همین یکی محرمه، برادرش محرم نیست، بیاد اونو داماد کنید. یهو دیدم به سر کله داماد پیچیدن و این کت و شلوارش از بری بیچاره. دیدم که کت و شلوارش اون برادر دیگه اینقدر خوشحال شد میرقصید. میگه خدا خیرت بده جناب مولوی، عجب کار. دیدم که این داماده لباش خیلی خراب شد خدا شاید. حالا گله که اینجا زده و یک از این چی میگن اینا که آویزون میکنه کروات، یک کرواتی هم بسته و یک الله کلنگ رو انداخته برای خودش. دیدم که بابا خیلی لاجوری هم برای ما یه وقت قاتل ما نشه این داماد. گفتم بابا جان این داماد دیگه دختر عموی پسر عموی فلان دختر عموی دختر خاله دیگه نداره، پسر عمو که هم دیگه نمیشه.
گفتن چرا یک دختر عمو داره؟ گفتم بیارید پس عمو رو. آمدی بعد گفت لباساشو نگه دارید بابا. این لباساشو گذاشتیم، دختر عموشو به این داماد اولی عقد کردیم، فوراً رفتن برای داماد، برای برادر کوچیکم یه دست کت و شلواری خریدن، آمدن هر دو عقد رو بستیم اون شب. هنوز که هنوز اون داماد برادر کوچیکم میاد نماز میگه خدا به پدر و مادر تو بیامرده مولوی. این پدر ما هر چی میگه بابا منو داماد کن، میگه برو گم شو، برادر بزرگتر هنوز مونده. ولی کاری که دیگه یک شب به همه آرزوام رسیدم. حالا سوالم اینجاست، خندیدیم، ولی اگر همون شب همین سوال نمیشد آیا میفهمیدید که یک برادر و خواهر یک عمر با هم دیگر زنا میکردند؟ و بسیاری هستن که این کارو میکنن. چرا ما شیر هر کس رو به بچه بودیم و بچه ما از شیر هر کس استفاده بکنه؟ این چیزها رو رعایت بکنید. دومین حق اینه که باید شیر پاک داده بشه. شیر پاک که خورد انسان قطعا یک انسان پاکی بار میاد و خشت اول چون نهد معمار کرد تا ثریا میرود دیوار کرد. صلوات قرای نهد بفرمایید. سومی تربیت ایمانی. اول که حرکت میکنی باید پدر و مادر به فکر تربیت ایمانی باشن، به فکر اسلام باشن، باید لا اله الا الله را به فرزندان بیاموزن، الله را بیاموزن. اقبال چه زیبا میفهمد: ای ردایت پرده ناموس ما، به زنا میگه البته، ای ردایت پرده ناموس ما، تا به تو سرمایه فانوس ما، تینت پاک تو ما را رحمت است، قوت دین و اساس ملت است. کودک ما چون لب از شیر تو شست، لا اله آموختی او را نخست. می تراشد فکر تو اطوار ما، می تراشد مهر تو اطوار ما، فکر ما گفتار ما کردار ما. فطرت تو جذبه ها دارد بلند، چشم هوش از اسوه زهرا مبند. فاطمه چشم هوش از اسوه زهرا مبند، تا حسینی شاخ تو بار آورد، موسم پیشین به گلزار آورد. فاطمه رو زنده کن تا حسین به دنیا بیاد. لا اله الا الله رو بیاموز. متاسفانه الان بچه‌ها که مردی بزرگتر میشن هر شعری که تو تلویزیون نیست یه توپ دارم قلقلی سرخ و سفید و آبیه میزنم زمین هوا میره نمیدونم که تا کجا میره. این همه بچه‌ها حفظن، ولی لا اله الا الله فقط میگه ملک الموت بیاد جاشو، نمیتونن بگن. چپ چپ راست 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 همه بلدن. این شعر کیه این آقایی میخونه تو چیز؟ ماشاءالله عمو پورنگ. همه مادرها میگن بلا فاصله میگه مامان با خاطر این ها رو اثرش باز کنید، برید که عمو پورنگ آمده، برید همه زود تماشا بکنید. مادر فرزند رو تشویق میکنه به عمو پورنگ، ولی به نماز نه، به کلام خدا نه. اون چه که مزخرف بچهای کوچک، الان بچه‌ها بزرگن خدا شاهده به راحتی یاد میگیره همه اشعار زشت و زیبا رو، ولی به کلام خدا که میرسه چون که محبت نیست دیگه فایده ای نداره. میدونی ها بلای جون ما میشه فردا، هرچه بکاری فردا درو میکنی. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جز جو. هرچه بکاری فردا درو میکنی. یک لطیفه دیگه هست، یک صلوات بگید تا بگم. اون تو صلوات یواش گفتی منم قر میکنم نمیگم، پس بلند بگید تا بگم برام. پیش حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خیلی انسان عجیب بودن. یه آقای پدری آمد با یک چوب بزرگی با پسرش گریه میکرد. امیرالمؤمنین سوال کرد پدرم چی شده؟ گفت هیچ بابا، گوش بدید. گفت هیچ بابا، امروز صبح ای امیر مؤمنان این فرزند چند سالم با این چوب برداشت محکم زده تو سرم که از چند جا بخیه خورده سرم. حضرت عمر براش شد، ناراحت شد، گفت پسر جان چرا این کارو که درشو بلند کرد عمر که بزنه تو سرش؟ پسر گفت ای عمر ای امیر مؤمنان اذا عرف السبب بطل العجب. اول سوال بکن بعد بزن، اول بلافاصله دره رو نیار پایین. گفت علت چیه پسرم، چرا باباتو زدی؟ گفت امیر مؤمنان من از سن کوچک 5 سالگی 6 سالگی که نور راه رفتن یاد گرفتم، همین چوبی که الان دست پدرمه این چوبو داده دستم. گفته بابا جان. گفتم چیه؟ گفت برو این گاوا رو بچرون.
این گاوا رو ببر به چرا. هر زمان دیدی که دو تا گاو با هم درگیر شدن، هر گاوی که بیشتر زور داشت همون محکم بزن. گفتم باشه. صبح به صبح وصیت هر زمان نمیگفت نماز بخون، نماز صبح بخون، صبح به صبح میگه بابا فقط هر زمان دیدی دو تا گاو با هم درگیر شد، گاوی که بیشتر زور داشت همون بزن. تا سن 10-12 سالگی هر روز همین میگفت. گفتم باشه. امروز صبح اتفاقا دعوای پدر و مادرم افتاد. نگاه کردم دیدم بابام زورش بیشتره، گرفتم محکم زدم تو سرش. امیر مومنان گفت عجب کاری کردی پسر، کاش که 4 تا دیگه میزدی. این کاری بوده که خودت پدر به فرزندش یاد داده. بله واقعیت سرور عزیز، به بچه هرچی یاد بدی همون بزرگ بشه، همون رو تمرین میکنه. بچه های ما رو تربیت ایمانی بکنیم، اونها رو با مکتب اسلام آشنا بکنیم تا فردا مسلمان بار بیان. خدا نکند فرزند مؤمن بار نیاد. سرور عزیز بسیار از پدران میگن نمیشه. از دست ما جناب مولوی خارج. بچه ها این زمانه رو تو نمیشناسید. بچه ها از دست ما، دل ما بخواد دروغ میگید. این دروغه، اشتباه. چطوره؟ من به شما صحبت میکنم. چطوره پسر برای صف نونوایی صبح ساعت 4 بیچاره رو میگه خوب شو برو صف نونوایی نون بگیر. میگه بابا خواب دارم. میگه خواب مرگت داری؟ زمستون هوا سرد برف. میگه هر مرگ از تو رو هیچ مرگ نمیزنه، برو. باز اینجوری به آفت نداره. برای کار میگه مریضم سرده، میگه هیچ کاری نیست، برو کارو کن. ولی برای نماز پدر میخواد بیدار بکنه، مادر میگه نه بچه‌م خوابیده بذار بیچاره بخوابه. نماز صبح ساعت 9:30 اشکال نداره میشه خون. نماز صبح ساعت 9:30 تو قیامت مگر بخونی؟ الان که نماز صبح ساعت 9:30 نداریم. پس بیاییم برای کارهای دنیوی بچه‌هامون رو با تمام وجود تشویق میکنیم، ولی برای کارهای دین میگه نه نمیشه. چرا؟ چون دلسوزی نیست. اگر امروز بچه تو، گوش بده اینجا رو، اگر بچه تو دردسر بشه، به خدا هم تو بی آرام میشی هم مادرش. تا صبح مثل کبوتر خونین دوره بر بچت میپری. چرا؟ چون که پسرت آرامش نداره، تو هم خواب نداری. چشمش درد بگیره، تمام اعضای تو درد گرفته، پاش درد بگیره همینطور. اما قلب فرزندت از ایمان خالیه، چرا قلب درد نمیگیره؟ اگر بچه به طرف آتش یا قوری آب جوش بره، بابا و مامانت جیش مواظب باش، دست پات های گرفت های فلان شد، که مبادا بچه به طرف آتش بره. چرا بچه داره مستقیم به طرف جهنم میره؟ چرا حرکت نمی کنی؟ چاقو بچه به دست میگیره، مامان بده، مبادا بزنی خودتو آسیب برسونی. تفنگ و اسلحه حتی بادی رو به دست فرزندت نمیدی که مبادا خودش آسیب برسونه. چرا غمگین نمیشی از اون چاقویی که بچت به دست گرفته و مستقیم به قلب نازنین رسول الله میزنه؟ با بی حجابی، با بی نمازی، با بی دینی، با الواتی، با رقص و رقاصی، با شکستن سنت ها. اگر لیوان کریستال بشکنه تو خانه، مادر سیلی میزنه تو گوش دختر، ولی فرض خدا میشکنه، ولی مادر تکون نمیخوره. سنت های رسول الله داره تکه تکه میشه. به خاطر لیوان شیشه ای آشفته میشی، ولی سنت های پیامبر، حجاب اسلامی، فرضهای خدا داره میشکنه. مادر، پدر چه جوابی داره روز قیامت؟ بله، آیا جوابی داریم اونجا که پیامبر بگه های پدر من حمزه عمویم و جگرشو پاره پاره کردم برای تو، برای بچه تو، عمر رو شهید کردم تو محراب برای تو. چه کار کردی؟ چند تا بچه معتاد و بی مصرف بار آوردی؟ چند تا دختر بی حجاب و بد حجاب بار آوردی؟ روی داری پیش رسول خدا در قیامت. ای خوشان مجذوبی و دل بردگی، آه زین دلگیری و افسردگی. آنچه تو باخیش کردی کس نکرد، روح پاک مصطفی آمد به دست. بنابراین صبرم وقتم زیاد گذشت. متوجه باشین از 4 چیز بچه هاتون خیلی بپرهیزید. اولی دروغ. بچه اگر دروغ، بچه های الان 2 سال یه دروغای میگن خدا شاهده که سر آدم به شاخ در میاره. این دروغ از کجا گرفته؟ تو مدرسه که بدبخت نرفته بگی معلم ها یادش دادن، تو حوزه علمیان نداده که ما مولوی ها یادش داده باشیم. کجا یاد دادی؟ خود پدر و مادر. بلا فاصله تا گریه شوخی فرق نمیکنه، دروغ دروغه. بعضی موقع میگه ما دروغ که نمیگه شوخی گفتیم، با شوخی و دروغ یه فرق نمیکنه. یک
پسری یک مادری آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، پسر شوخی میکرد. مادرش گفت مامان شوخی نکن، بیا اینجا یه چیزی بهت بدم. پیامبر گفت چی میخواد بهش بدی؟ گفت یا رسول الله این خرما رو. گفت اگر به شوخی هم بگی مامان بیا یک چیزی بهت میدم و ندی دروغ گفتی. ولی ما الان چی راحت داریم دروغ میگیم برای بچه‌مون. تو خانه فیلم مبتذل نگاه میکنیم تا بچه میاد خاموش میکنیم. بابا چی نگاه میکردی؟ هیچ بابا جان، عمو پورنگ نگاه میکردم. بابا الان که ساعت 9 صبح عمو پورنگ بدبخت کجاه؟ دروغ. تا بچه گریه میکنیم ساکت دزد آمد، ساکت جن آمد، ساکت سگ آمد. اینا همه دروغه. ظاهرا ضمن این که روی بچه تأثیرات سو داره، فردا بچه رو بزدل و ترسو بار میاری. دروغ گفتیم فردا این بچه بزرگ میشه میفهمه که بابا نه پلیسی بود، پلیس تو احمدآباد سوال کن بعد پلیس کجای اینجا، و نه جن نه دیو نه پری. چرا دروغ بچه‌مون یاد میدی؟ ها عبدالقادر گیلانی کجایی؟ عبدالقادر گیلانی رو که میشناسید، اون الکی نشد، 12 ساله بود حرکت کرد آمد به بغداد. از بغداد میخواست بره به مصر، حرکت کرد. 12 سال مادرش گفت مادرم لباس علم پوشان، گفت مادرم برو پناهت به خدا، این 4000 درهم پول تو، برو تا مولوی و عالم نشدی برنگرد. یه چیزی بهت میگم مامان. گفت چیه؟ گفت هرگز دروغ نگی اگرچه که سرت بره. گفت چشم مادرم. آمد در میان راه ناگهان کاروان دزدان جلوشونو گرفت، جلوی کاروان عبدالقادر گیلانی و بقیه آمد. بسیار بودن، کوچکترینشون عبدالقادر گیلانی بود. از هر کدوم میپرسید چقدر پول داریم، مثلا میگفت اینقدر، یا دروغ میگفت یا میگفت ندارم. تفتیش میکرد پولا رو در میآورد. به عبدالقادر گیلانی این جوان 10-12 ساله رسید، گفت چقدر پول داری؟ گفت 4000 درهم، یعنی تقریبا مثلا الان 400000 تومان. گفت برو گم شو، تو دروغ میگی، تو خودت 4000 تومان نمیارزی، تو 400000 پول از کجا آوردی؟ ولش کرد. دومی آمد گفت چقدر داری؟ گفت 4000 درهم. سومی آمد چقدر؟ 400000 تومان به اصطلاح امروزی. تفتیش کردن، گفت کجاست؟ در آورد، گفت بفرمایید اینو 400000 درهم. تعجب کرد، بردن پیش رئیس کاروان. گوش بده. گفت فرزندم چقدر پول داری؟ گفت 400000 تومان. گفت مگر تو ما را نمیشناسی؟ گفت چرا؟ شما دزدید، راهزنید، چپاولگرید، غارتگرید، مگر نمیفهمیدی ما پولا رو میبریم؟ گفت اتفاقا چرا؟ پس چرا پولاتو قایم نکردی و دروغ نگفتی؟ گفت های رئیس کاروان دزدان، من زمانی که حرکت کردم اول به مادرم قول دادم و سپس به خدا که اگر سرم بره دروغ نگم، و میترسیدم اگر دروغ بگم روز قیامت پیش رسول الله چه جوابی بدم. من از آبروریزی روز قیامت ترسیدم که روز قیامت چه جواب بدم جناب رسول الله. من عبدالقادر، خدایا یه کودک 12 ساله ایمانشو نگاه کن، همتشو ببین. من و تو چی؟ میگه تا دروغ نشه کار را نمیفته. رئیس کاروان دزدان وقتی متوجه این سلامت، این قاطعیت، این ایمان، این تقوا، این استحکام، این مضبوطیت افتاد و گفت یک بچه 12 ساله از خدا میترسی، من چطور نترسم؟ عبدالقادر دستتو بده. لا اله الا الله محمد رسول الله. لهجه مردی که دارد بوی دوست، امتی را می کشد تا کوی دوست. مرد حق از کس نگیرد رنگ و بو، مرد حق از حق پذیرد رنگ و بو. هر زمان اندر تنش جایی دگر، هر زمان او را چو حق شنی دگر. انسانی که مسلمان باشه، جوان 12 ساله، وقتی رئیس کاروان دزدان مسلمان شد، همه اون کاروان گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله. همه مالها رو برگردوندن، اعلان کردن هر کس از ما پولی میخواد ما حاضریم بدیم. آمدن مرید اون بچه 12 ساله شدن. بچه 12 ساله از خدا شرم کرد، دروغ نگفت. حالا ماشاءالله حاجیای ما حاجی میرن نو دروغ یاد میگیرن از حج که برمیگردن. چه بدبختی. جوونا بعضی که داماد میشن نو به مرحله دروغ گذاشتن قدم میگذارن. چرا؟ چون که اول باید به زن دروغ بگن. چرا دیر آمدی؟ چرا چیکار کردی؟ چرا فلان کردی؟ خب مجبوریم یک دروغی هم ببافیم. ما دروغ گفتن و ما خودمون یاد بگیریم. این اولی. دروغ و بچه‌ها یاد ندید. دوم، از دزدی بترسونید. به خدا قسم بچه از داخل خانه دزد میشه، این یاد بگیرید. اولا اگر شکلات میگه بده، بم زبون خوش بهش بده.
اگر ندی میره تو صندوق پیدا میکنه میشه دزدی، از همونجا یاد میگیره. یا حداقل کلک شکلات از خانه بکن، بیسکویت اگر هست بده بهش، هر چی تو یخچال داری بریز بهش بپاش، یا حداقل نصفشو گم کن. چون که بچه از همونجا زیرک میشه، میره دنبال چیزا تعقیب میکنه تا پیدا بکنه. بچه یک زمان یه آقایی رو آوردن میخواستن به جرم دزدی اعدام بکنن، ماشین زانتیای 25 میلیون تومانی دزدیده بود. آمدن با جرم اعدام، چون که افرادی رو هم کشته بود، چندین نفر تا این چندین ماشین رو دزدیده بود. بعد هنگامی که میخواستن به دار بیاورن که آقا یه خواسته دارم، گفت چیه؟ گفت مادرمو بگید بیاد اینجا، یک صحبتی دارم باهاش. گفت این حقشه، مادرشو بگید بیاد اینجا. رفتن مادرشو آوردن، گفت مامان بیاد جلو. گفت چیه مادرم؟ گفت میخوام آخر عمری زبون تو ببوسم، این حق کمیه زیادیه؟ ما هم زبون تو. گفت اشکال نداره. مادر آمد جلو، لباشو باز کرد، زبانشو بیرون کرد. این پسره پس فطرت دندوناشو انداخت به بیخ زبان مادرش، زبان مادر رو از حلقوم کشید بیرون. بلا فاصله مأمورا ریختن به سر کلش. گفت نه من گناهکار نیستم، از مادرم بپرسید. اذا عرف السبب بطل العجب. اول بپرسید. من اول زانتیا دوز نبودم، من دزدیم اول از شکلات شروع شد. بعد رفتم از خانه همسایه مداد پاکن دزدیدم و مداد تراش دزدیدم و مداد و کم کم دفتر. و مادرم نمیپرسید که مادر من بهت پول ندارم، این مداد تراش از کجا آوردی؟ این پاکن از کجا آوردی؟ این دفتر و کتاب از کجا آوردی؟ نهایتا این ساعت رو از کجا آوردی؟ ساعت دزد شدم، کم کم چاق شدم، قالی دزد و کم کم گوسفند دزد و شتر دزد، حالا شدم زانتیا دزد. حالا این مادرم بپرسید. بله سرور عزیز، همه چیز رو خود ما برای بچه‌هامون یاد میدیم، مواظب باشین. دزدی خیلی خطرناکه، دست به هر کاری انسان میزنه. این دو، چون که وقتم گذشته وگرنه رو اینا همه بحث داشت. سوم، فرزند ما رو از فحاشی. این خیلی مهمه. بچه‌های 2 ساله الان تو کوچه‌ها یه فحشایی به همدیگر میدن که به خدا بزرگتران بعد بیاد بینا ای والله بگن، ملاق بزنه جلو اینا. مادر تو و پدر تو و نمیدونم بیبی و بابوچک تو همه رو. خب اینا از کی یاد گرفته؟ از کی یاد گرفته؟ این بچه که الان 2 ساله نو راه افتاده بیچاره، این درون خانه پدر مادر وقت دعواشون دیگه نمیفته، پدر ناراضی من پدر تو فلان، پدر مادر رو فاش میده، مادر پدر رو، بچه‌م بلافاصله نوار ضبط همه رو ضبط میکنه. فردا میشه چیه؟ فحاش. ما کان رسول الله صلی الله علیه و سلم فاحشا ولا متفحشا. پیغمبر هرگز فحش و فحاشی رو نه خودش میگفت و نه به دیگران یاد میداد. ولی بچه ما الان تو امتحان ریاضی 0، تو امتحان فحاشی 52، نمرش 100. فحاشی رو متوجه باشید، اینا همه جای حرف از منو تو یاد میگیره، از درون خانه. پدر دعوایی داری با زن و زن و خانم تو هم دعوایی داری، جلوی بچه نه، بچه رو لالایی بده بخوابون، بعد که رفتید رو رخت خواب خوب بزنید همدیگه تا جایی که جا داره. جلوی بچه دعوا کردن اینا اثرات منفی داره. از نظر روحی و روانی بچه‌ها افسرده میشن. بسیاری از این بچه‌های معتاد و لات از خانواده‌های شروع میشه که اینها تفاهم ندارن، دعوا و جنگ میکنن، معتادن. اینها مشکل ایجاد میکنه. فحاشی. و چهارم و آخری بیبندوباری، الواتی، لاتگری. بچه‌تون رو نگذارید، دخترتون رو نگذارید که به هر شکل لباسی که میخواد تو کوچه و خیابون بریزه. گرگه ها زیادن، ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به حسد هر دستی نباید داد دست. مواظب باشید، گرگه ها زیادن. منشین با بدن که صحبت با بد، گرچه پاکی تو را پلید کند. آفتاب بدین بزرگی را تکه ابر ناپدید کند. آفتاب هر چقدر بزرگ یک تکه ابر میاد گمش میکنه. بچه‌تون هر چقدر پاک باشه ولی بچه ناپاک اون از بین میبره. یه پدری بعضیا میگه نه بچه ما رو میگه اولیاء الله اصلا. بچه ما رو بابا بچه دزدی کرده. بچه من مگه میشه دزدی بکنه؟ بابا بچه تو بچه محمد رسول الله که نیست، بچه توئه برا. پدرها فقط سعی میکنن که بچه‌هاشون رو تبرئه بکنن. یه آقایی را همین چند وقت پیش آمد، پیشم میگفتم که شکایت کردن دست بچه‌اش، گفتم پدر جان دست بچه شکایت داره فلان. گفت برو جرام مولوی حرفه. من بچه‌مو خواب دیدم که حتما پسرم امام محمد غزالی میشه. گفتم بابا جان تو خواب دیدی؟ من از بیداری دارم حرف میزنم، تو از خواب داری حرف میزنی. به قول البته الان یادم اومد مولانا رو رحمت الله علیه قصه‌ای داره، میگه که یک 3 انسان، یک مسیحی، به عنوان آخرین صحبتم خسته نشد باشه، مسیحی، یک یهودی، مسلمان با هم دیگه تو یک راهی میرفتن. یه آقا اینا رو دعوت کرد، حلوا داد بینا. خوب گوش بدید. یه آقای بینا حلوا داد، حلواها کم بود. مسلمان چون که روزه داشت دم مغربی گفت بیا حلوا رو بخوریم. یهودی و مسیحی گفتن نه بابا حلوا رو نمیخوریم. گفت چرا؟
گفتن اینا کمه و به هر حال الان نمیشه و ما سیریم و فلانیم. هر چه گفت من روزم، گفت روزی داشتی که داشتی. میخواست سر مسلمان کلاه بگذاره، گفتم فردا میکنه. اشکال نداره. شب خوابیدن، صبح بلند شدن، گفت آقا، گفت چیه؟ گفت بیا این حلوا هر زدن ما رو سیر نمیکنه، بیا هر کدوم خواب بهتری دیدیم حلوا رو همون بخوره. گفت باشه. مسیحی گفت که اول یهودی گفت من دیشب خواب دیدم که با حضرت موسی، با پیغمبرم حضرت موسی رفته بودم به کوه تور تا صبح عبادت خدا رو میکردم. مسیحی گفت پیر تو رو سختم، تو این خواب رو دیدی؟ منم دیشب خواب دیدم با حضرت عیسی رفتم با آسمان چهارم تا صبح اونجا عبادت میکردیم. به مسلمان گفت مسلمان تو چی خواب دیدی؟ گفت هیچ، منم دیشب رسول الله صلی الله علیه و آله پیامبرم خودم خواب دیدم. به من گفت که ای مسلمان بلند شو. گفتم چیه؟ پیغمبر به من گفت که یهودی رفته به کوه تور با حضرت موسی دعا کنه، مسیحی هم رفته به آسمان چهارم بلند شو حلوا رو بخور دیگه که نکش. من بلند شو حلوا رو خوردم. حلوا رو خوردی؟ گفت خدا شده خوردم. گفت بی حساب ما خواب دیدیم. گفت شما خواب بودیم بیداری خواب خوردم. حالا برای همین پدر همین رو گفتم. گفت پدر آمدی میگه من خواب دیدم پسرم در آینده چی میشه. من میگم بابا بچت الان این کارو کرده در بیداری، تو میگی من تو خواب چی دیدم؟ چرا همش گلماله میکشیم روی اشکالات پسرامون؟ به جای این گلماله بکشیم بیاییم همه تن فرزندانمان را اسلامی، ربانی، قرآنی بار بیاریم. امید است که پروردگار عالم فرزندان ما را فرزندان مسلمان بار بیاره. خدایا به برکت این شب جمعه و به برکت این پیوند مبارک همه اولادای ما را، همه فرزندای ما را، نسل ما را نسل مؤمن و پاک و طیب بگردان. پروردگار را همه مشکلات عالم اسلام را حل و فصل بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار. لذا من بیشتر از این مصدق وارد نمیشم، گرچه که خیلی واقعا وقت گرفتم. به هر حال خودتون خواستید و خودتون این چیزها رو گفتید. در مورد یک مسئله خدمت دوستان توضیح بدم. با توجه به اینکه دیشب بسیار دوستان قول دادن عروسی اسلامی باشه، شاید بسیار دوستان دیشب نبودن اینجا. البته سی دیاش آماده هست، دوستان میتونن تهیه بکنن ببینن مراسم رو. ولی بس اینه که ما امشب ما میتونستیم اینجا سخنرانی‌های خیلی داغ بکنیم و گریه، ولی ما بیشتر سعی کردیم دوستان رو بخندونیم، به خاطر اینکه مجلس شادیه، نگن که ما شرعی ملا گیر کردیم سر مجلس عروسی هم ما رو به گریه در اون قرآن میخوندن. نه، سعی کردیم به هر حال مقداری اگر پیرمردای وقت ناراحت نباشه. البته ماشاءالله عشق پیری گربه جنب سر به رسوایی زنه، شما از ما جوانان ماشاءالله دلشادتری. ولی به هر حال اینه که ما فقط هدف ما رضایت شما جوانان و اینکه این مراسم اسلامی بشه. وگرنه امشب اینجا میتونه ارکستر بیاد و این جمع رو مطمئن باشید جوان از آقای نورالدین شما این جمع رو نداشتید. اگر امشب اینجا ارکستر می آمد خدا شادی این جمع نبود. مطمئن باشید این جمع مؤمن پاک صمیمی که فرشتگان دور تا دور این مجلس رو احاطه کردن. من وصیتم به جوانان اینه که بلند بشن و اسامی مبارک رو بنویسن. باز مجددا هر کس حاضر ان شاء الله عروسیاشون اسلامی بگیرن بلند بشن، مرد و مردانه کمر شیطان رو بشکنن. کیه ماشاءالله دیشب که خیر اسم نوشته نکنه، دیشب تا حالا پشیمون شدید. دیشب بلند ماشاءالله ماشاءالله امرا دیگه کی بود دیشب اسم نوشته بود؟ ماشاءالله احسنتم. دیگه فیلم بردار از من فیلم نگیرید، بسه از اینا بگید، از این جوانا. ماشاءالله احسنتم. تون بلند میشه وقت کمه. تون ماشاءالله ماشاءالله عزیز شهر ماشاءالله احسنت. اون برادر جزاکم الله خیر احسنتم. ان شاء الله عروسی‌ها شما وقتی ما پیر بشیم که نیست، به زودیه دیگه. اون برادر ماشاءالله فرامرز احسنتم. دیگه تون سبقت بگیرید. پدرها هر کس میخواد پسرشو برادرزادهشو عروسی اسلام بده اون دستشو بلند بکنه. یکی ما ماشاءالله احسن اون پدر ماشاءالله احسنتم. خداوند همه تون ان شاء الله دوست دارید مراسمتون این چینی باشه؟ یه سوالی هم بدون رو درواسی ها، یعنی واقعا خجالت نکشید. هر کس از این مجلس خوشش نیامده و البته نه، حقیقتا من از سخنرانی خودم نمیخوام تعریف کنم و نیم چیزی هست، ولی من از این مجلس خیلی خوشم آمده. هر کس میگه که این مجلس ارکستر از این مجلس بهتره، راست حسینی دستشو بلند بکنه، منم باش رفیقم. کی میگه این مجلس ارکستر از این مجلس بهتره، خوشتر گذشته؟ تا حالا برای کی بهتر خوش گذشته؟ جدی ها قسمتون دادم هر کس خوشتر گذشته دستشو بلند کنه. هیچ کس نیست. و کی است که میگه این مجلس خوشتر گذشت از هر چه مجلس لهو و لعبه؟ ماشاءالله احسنتم. قول میدید که ان شاء الله همه این مجالس اسلامی باشه؟ قول قطعی میدید ان شاء الله. منم به شما یک قول میدم که از این به بعد به یک عروسی دیگه ما رو سرگردون نکنید، چون که حقیقتا هفته آینده حدود 3 جا 4 جا تو همین شنبه تا پنجشنبه من مراسم عروسی دارم و سخنرانی
از راههای دور، حتی استانهای غیر از استان خراسان. دیگه من هم یک نفرم و شما دوستان هم دوست دارید، من خودم هم دوست دارم. حقیقت یعنی کفش جوانان رو سر من حقیقتا جا داره. دوست دارم پای تک تک، نه دسته، پای این جوانایی که امشب آمده خدا شاهد دوست دارم ببوسم. به خاطر این لذت، به خاطر این ایمان، به خاطر این گرایش و به خاطر این علاقه‌ای که به دین دارن، نه به من، به خاطر دین. دوست دارم دست و پای یکی که شما رو ببوسم. ولیکن اینه که خواسته شما اینه که به هر حال ما بیام تو مجالس شما. ولی قول میدم که اصول دین چند تایه؟ 3 تایی، نترسه. اصول دین 3 تایه. ولی اگر 3 تا عروسی یک جا یک شب جناب مولوی برگزار شد، من در خدمت شما هستم. کمتر از او دیگه ما نیستیم. اون واقعا از خودتون بپرسید. این خیلی بهتره. سعی بکنن دوستان 3 نفر چند نفر با هم دیگه بشینن، بعد هم خرج کمتر میفته. اینو ندونید، این یه افتخاره. این افتخاره. هر کس میکنه برای رضای خدا. هر کس طعنه میزنه برای خودش بزنه. هر کس این کار رو میکنه 3-4 نفری عروسیشون یک شب میگیره، فقط برای رضای خدا این کار رو بکنه که مراسم اسلام بشه، خرجشون هم کمتر میاد تقسیم بکنن. اونایی که حاضرن 3-4 تا عروسی یه جا بگیره، اونا دست بلند بکنن. مرد میدان. ماشاءالله، احسنتم. ان شاء الله، ماشاءالله. خداوند جزای خیر بده. الله عزوجل قبول فرماید. چی شد؟ دستا یک کم اینجوری بالا رفت. اینطوری نشد. همه دون حاضرین ان شاء الله دست جمعی عروسی بگیرید. بابا بی حساب متأهلا، شما که نمیخواد عروسی کنید، شما برای کوچیکا میخواد فرزندان و برادران عمودان مشکل نداره. واسه نگه باز برید به اشتها بیاد بگو مولوی گفته که 4 تا زن بگیرید یک بیچاره. البته میگیم ما یک زمانی مولوی پشت منبر سخنرانی میکرد، یه عالم دیگه ازش سوال کرد، یک جوانی گفت جناب مولوی گفت چیه؟ گفت یک زن بگیری تو زندگی چطور است؟ گفت یک زن بگیری گویا یک لامپ 1000 تو خانه روشن کردی. گفت جناب مولوی دیگه بالا گفت جناب مولوی اگه 2 زن بگیریم چیه؟ گفت 2 تا لامپ 1000 روشن کردی. یکی دیگه بالا گفت جناب مولوی اگه 3 تا بگیری، گفت 3 تا. گفت چهارمی، گفت اگه چهارمی بگیری، گفت میخواست بگه چهارمی لامپ. یهو دید زن مولوی با یک کفش لنگ کفش بودو طرف مولوی میاد که بزندش. جناب مولوی بعد پشت منبر گفت ها جوونا هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش. اینه که لامپ اضافی نداشته باشید. امیدوارم که خداوند عزوجل این دست‌هایی که امشب اینجا جمع شده، محبت‌ها به همدیگر پیوند خورده، محبت شما تو قلب من خداوند دائمی بگرداند. خداوند متعال این جوان عزیز نورالدین را و جوانی که دیشب عروسی کرد اسدالله را که بانی این مراسم اسلامی در این جلسه در، خدایا به عز و جلالت قسم و به شوکت و کبریاییت قسم که روز قیامت در کنار رسول الله محشورشان بفرما. همه جوانان و پدران و مادرانی که دوست دارن عروسی‌های اسلامی باشد، خدای روز قیامت از آب کوثر آبشان بده. همه این جوانان و پدران و مادرانی که تا این لحظه صبر کردن، روز قیامت این جمع را در بهشت کنار رسول الله، خدایا این جمع را بار دیگه احیا بفرما. همه این جمع را در جنت وارد بفرما. رضای خودت را نصیب بفرما. شبایت همه در دل خاک رفت، خوشا آن که پاک آمد و پاک رفت. از اینکه مصدی اوقات شدم بیزد معذرت میخوام، واقعا معذرت میخوام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اجماعا صلوات.